بیمارخانه استقلالی شهر دوشنبه کلانترین مؤسسه طبی در پایتخت تاجیکستان با آهستگی برای قبول بیماران گرفتار التهاب شش و یا پنومونیا آماده کرده می شود. علاوه یک قسم اعظم این بیمارخانه از بیماران گرفتار التهاب شش پر شده است، از جمله بخش های پنجم و ششم این بیمارخانه که امروز ما در اینجا هستیم علاوه پر از بیماران گرفتار التهاب شش است و طبیبان میگن که از این بیشتر قبول کرده نمیتوانند. از جمله یکی از طبیبان به نفر مراجعت کننده گفت که همگی 100 جا برای بستری کردن دارد ولی علاوه 117 نفر را بستری کردند. مسئولان بیمارستان استقلال گفتند تولدخانه این بیمارستان پوره کار میکنند ولی دیگر بخش بیمارخانه با آهستگی برای قبول بیماران گرفتار التهاب شش آماده کرده می شود. مقدار عمومی کادرهای مجموعه تندرستی استقلال 650 برای 650 کس پیش بینی شده است. از اون جمله در اینجا قسمی سمتیکی بیماری سمتیکی کودکانه، قسمی جراحی کودکانه و اینچنین قسمی بسترنمایی کالانسالان و تولدخانه. چیزی که به همگان معلوم است تولدخانه حاضر فعال است. در تولدخانه زنهای حامله بستری میگردند، تولد میکنند و جواب میشوند. شعبه قسمی سمتیکی کودکانه پورا آزاد کرده شده است، تیار است بیماران قبول کند و در این دو قسم دیگر بیمارها بستری شدند. در شهر دوشنبه گرفتاران بیماری التهاب شش و یا پنومونیا بجز از مجمع استقلال اینچنین در بیمارستان معروف به یکم سویتسکی و در بیمارستان معروف به کلینیک منصوروف بستری کرده شدند. از جمله بیمارستان مرکز طبی رقم 1 یا معروف به یکم سویتسکی حال پوره کرانتین بوده، تنها آنها قبول کرده میشوند که گرفتار بیماری شدید راههای نفس هستند. بجز این مجمع ورزشی منش هم برای قبول بیماران گرفتار التهاب شش و یا ظاهرا گرفتار بیماران کووید 19 آماده کرده شده است. در تاجیکستان طبق گفته وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال یگان حالت گرفتار شوی شهروندان به بیماری کووید 19 به قید گرفتن نشده است، اما مرگ و میر زیاد شهروندان که به گفته مقامات از پنومونیا فقیدند روزهای اخیر نگرانی ها را بیشتر کرده است. در نظر است که تا آخر هفته یک هیئت سازمان جهانی تندرستی برای آموزش وضع به تاجیکستان بیایند. مولا رجب یوسف امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.